بیاین دست به عمل شیم و بدون خطا محلولمون رو با استفاده از پیپت برداریم. این تمامی پیپت هایی که ما استفاده می‌کنیم یک سری خطوط نشانه دارن. برای مثال شما اگه دارین از پیپت حبابدار استفاده می‌کنین، یک خط نشانه‌ای برای شما در واقع کشیده شده روی سطح پیپت که نشون میده اگر سیالتون رو تا اون سطح بیارین بالا، برای مثال 10 cc رو کامل پر کردید. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که برای مثال الان من پیپت 2 دارم، از کجا مطمئن بشم که دقیقاً 2 رو دارم درست برمی‌دارم؟ مهمترین نکته وقتی که شما میخواین سطح مایعتون رو یا سطح سیالتون رو توی پیپتتون تنظیم کنید و تنظیم کنید که مثلا 1.8 cc بردارین یا 2 cc بردارین، این هستش که وقتی شما سیال رو کاملا توی پیپت کشیدین بالا، تقعر سیالتون باید روی عددی باشه که شما در واقع تنظیم کردین که باید بردارین. مثلا که وجود داره این هستش که شما همیشه باید از مقابل، دقیقاً جایی که خط نشانه رو می‌بینید دقیقاً باید مقابل چشمتون باشه تا خطای دیدی نسبت به مایعتون نداشته باشین و از سطح بالاتر یا از سطح پایینتر به مایعتون نگاه نکنید. علاوه بر اینکه باید همیشه حواستون باشه که در واقع به صورت مستقیم به خط نشانتون نگاه بکنید و در واقع پیپت رو کاملا مقابل چشمتون قرار بگیرید. انطباق خطوط درجه بندیاتون روی هم دیگه هست. اما این انطباق خطوط در واقع به این معنی هستش که وقتی شما دارین از مقابل، از روبرو در واقع با این زاویه دارین به پیپتتون نگاه میکنید، تمامی خطوط درجه بندیتون روی هم دیگه افتاده باشه و شما خطوط درجه بندیتون رو به صورت بالا و پایین نبینید. یعنی دایره‌ای که میبینید از درجه بندیاتون دقیقاً یک خط مماس روی هم دیگه باشه. و اگر دیدین که در واقع این درجه بندی‌های شما، خطوطی که در واقع دارن روی همدیگه منطبق نیستن و روی همدیگه مماس نیستن، مطمئن باشین که زاویه دیدی که دارین یا بالاتر هستش یا پایینتر هستش نسبت به سطح مایعی که دارین برمی‌دارین. این نکته‌ای که در مورد کار کردن با پیپت باید بدونین موقعی هستش که شما می‌خواید مایعتون رو وارد یک ظرف دیگه بکنید. مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما حتما باید پیپتتون در تماس کامل با سطح شیشه‌ای باشه که در واقع می‌خواید مایعتون رو توش خالی بکنید. ببینید الان من در واقع ظرفم رو کاملا در تماس با سطح پیپتم قرار میدم تا مایع من به صورت یک نواخت و پیوسته وارد ظرف من بشه. نکته بعدی که وجود داره بعد از اینکه در واقع شما مایعتون رو خالی کردید این هستش که اگر شما دارین از پیپتی استفاده میکنین که روش یادداشت شده EX، همین حجمی که در واقع توی زمانی که روش گزارش شده خارج کردین کاملا به ظرفتون منتقل شده و دیگه نیاز به شستشوی پیپتتون ندارین. اما همونجوری که توی تصویر میبینین اصولا انتهای پیپت ها یک قطره آخری جمع میشه که در واقع در نتیجه خالی نشدن مواد یا سیالتی هستش که توی دیواره پیپت شما در واقع تجمع پیدا کردن و دیگه خارج نشدن. اگر پیپتی که دارین استفاده میکنین پیپت EX هستش، شما نیاز به خالی کردن این قطره آخر ندارید. اما اگر پیپتی که دارین استفاده میکنید EN هستش، شما فضای داخلی پیپتتون رو شستشو بدین تا این قطره آخرتون کاملا وارد محیط بشه. حساب اینکه پیپتی که ما داریم استفاده میکنیم پیپت TC یا پیپت EN بوده، ما باید قطره آخری که در واقع توی پیپتمون وجود داره رو هم وارد ظرفمون بکنیم. که شما دارین در واقع از پوار 3 زمانه استفاده میکنین، پوارهای 3 زمانه یا حتی پوارهای 2 زمانه هم این وسطشون یه قسمتی دارن که وقتی شما این رو فشار میدین، خب تمام هوایی که در واقع تو طول این پیپتتون وجود داره خارج میشه و وقتی که شما این رو فشار میدین اون قطره آخرتون کاملا وارد ظرفتون میشه. این یادتون باشه که اگر خواستین قطره آخر رو حتما وارد ظرفتون بکنید، این قسمت رو در واقع این قسمت پیپتتون رو کاملا فشار میدین تا تمامی مواد و حالا قطراتی که توی طول پیپتتون وجود دارن و به صورت یک قطره توی قسمت آخر پیپتتون تجمع پیدا کردن وارد ظرفتون بشه. علاوه بر پیپت ما توی آزمایشگاه یک ابزار دقیق دیگه هم داریم که بهش سامپلر یا میکرو پیپت گفته میشه که در واقع برای حجم‌های خیلی پایین ما ازش استفاده می‌کنیم. توی ویدیو بعدی قرار هستش که نحوه کار کردن و نکات کار کردن با سامپلر رو با هم دیگه یاد بگیریم.